سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره توی ردت بهتون بگم که چطوری میتونین اسبتون هر چه سریعتر به لول 4 برسونین. پس برو بریم بچه‌ها. ما 6 تا کار میتونیم انجام بدیم که اسبمون رو به لول 4 برسونیم و اینو بدونید که وقتی که به لول 3 و 4 برسونید بیشتر حرکت ها رو میتونید انجام بدید که توی چنل براتون میذارم. خب بچه‌ها، یه دونه از کارها پت کردنه که میتونید شما اسبتون رو ناز کنید و بهش آرامش بدید. خب و هر باری که شما این کار رو انجام میدید 5 امتیاز میگیرید برای اسبتون. خب غذا دادن یه کاریه که شما برای هم گشنگی اسبتون این کار رو میتونید بکنید، هم برای امتیاز گرفتن نسبتا کم. هر یک بار غذایی که میدین 1 امتیاز میتونید دریافت کنید. راه رفتن با اسب، خب این که شما لیدشو میگیرید، بند اسبتون رو میگیرید و اینطوری با اسبتون هر 15 ثانیه که راه میرید 10 تا امتیاز میتونید دریافت کنید که من الان امتیاز گرفتم. خب کار بعدی چیه؟ کار بعدی بستنه که شما دوباره لیدشو میگیرید و به درخت یا جایی که شما میتونید اونو ببندید میبرید و همینطور تو راه هم میتونید امتیاز هم بگیرید با راه رفتن. خب ببندینش اینجا و اون مثلث پایین بیاد بچه تا بتونید ببندینش. خب کار بعدی تمیز کردنه. اینطوری شما میتونید تمیز کنید. یا خدا چی شد؟ میتونید اینجا تمیزش کنید و بهش 1 تا 3 امتیاز بدین. بچه بستنم 15 امتیاز داره. خب بچه یه دونه از کارهای دیگه سوارکاریه که شما میتونید سوار اسبتون بشید و هر 15 ثانیه که سوار اسبتون و دارین حالا میدوین از اینجا به اونجای مپ، شما بین 1 تا 3 تا امتیاز میتونید دریافت کنید. بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. همه کارهایی که میتونید با اسبتون انجام بدید رو میذارم تو چنل، حتما اونا هم ببینید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. بچه ها من اینو بعد از ویدیو دارم میگیرم. این یه چیزی رو یادم رفت که اون امتیازهایی که میگیرید کجا میرن و اگه چند تا بشن شما به لول اسبتون بالاتر میشه. خب میای توی پلیر، بازی حساب میای توی پلیر، توی هورس، بعد اینجا سومی اینجا پایین سمت چپ رو میبینید مثلا از لول 4 لول 3 اسب من و امتیازش هم 841 که تا 1450 میره تا به لول 4 برسه و امتیازا میره توی 844 من تا انقدر جمع بشه تا 1450 بشه تا بشه لول 4 و اون موقع اسبتون نسبتا بیشترین حرف رو از شما گوش میکنه و نسبتا کارهایی که شما بهش بگید و انجام میده و خیلی تفاوت بین لول 1 و 4. بچه‌ها خداحافظ.